در تالار قصر جوانانی به نام لایق شیرالی ملاقات رئیس شهر خوجند با دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و میانه کسبی مرکزی ولایت برگزار گردید. باید ذکر کرد که همه ساله واخوری رئیسان شهر و ناحیه ها با دانشجویان برگزار می گردد و هدف از چنین واخوری ها مستحکم نمودن رابطه بین مقامات دولتی و جوانان است. ما جوانان سعادتمند تاجیک زادگان دوران صاحب استقلالی کشور محبوبمان از محبوبیت و صمیمیت به اندازه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان پیوسته بهره‌ور بوده جواباً به همه این غمخواری ها مؤسسه تعلیمی را با بهای اعلا تجربه های ارزنده ختم نموده در آینده برای تعلیم و تربیه نسل نورس سهم خود را می‌گذاریم. بنده گیرنده استیپندی رئیس ولایت سوخت، گیرنده استیپندی رئیس شهر خوجند، اشتراکچی دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب هستم و می خواهم که در تمام آزمون‌های جمهوری و در المپیادهای فنی اشتراک نموده نامبردار شهر خوجند، ولایت سوخت و جمهوری تاجیکستان باشد. در رفت ملاقات ذکر کرده شد که نقش جوانان در پیشبرد جامعه مهم بوده. دولت و حکومت کشور برای رشد علم و معارف تدبیرهای مهم و مؤثر را عملی می‌سازند. محض با شرافت استقلالیت و وحدت ملی، صلح و ثبات کامل و پایه‌های اساسی بنیاد دولت نوین ملی تاجیکان، جامعه آزاد شهروندی، دموکراتی، دنیوی و متمدن اساس گذاشته شد و تاجیکستان به دستاوردهای نو در تمام سمت‌های حیات نائل گردید. در جریان واخوری تاکید شد که تاجیکستان صاحب استقلال در پرتو سیاست خیرتمندانه و معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به سوی دستاوردهای نوین قدم‌های استوار می‌گذارد و محض با ابتکار پیشوای معظم ملت سالهای 2025 2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون اعلان گردیدند. در این زمینه باید جوانان در آموختن علم و تکنولوژی‌های معاصر پیش صف باشند. معاون رئیس ولایت ضمن سخنرانی خود جوانان را به آموزش عمیق فن‌های طبیعی، زبان‌های خارجی و مهر و محبت به ملت و دولت دعوت نمود. در ادامه ملاقات دانشجویان سوال و درخواست‌های خود را به رئیس شهر منظور نموده جواب‌های مفصل گرفتند. ضمن واخوری به 210 نفر دانشجویان فعال کمک یک دفعینه پولی از جانب مقامات حاکمیت شهر خوجند تقدیم کرده شد.